تون بخیر. امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. جلسه دوم آموزش برنامه اینشات هستیم. در این قسمت میخوایم اولین آیکون یعنی بخش بوم رو توضیح بدیم. ما برای تنظیم سایز محتوا و عکس هامون و بر اساس اینکه تو چه برنامه‌ای میخوایم محتوامون رو اشتراک گذاری کنیم، از قسمت بوم سایز محتوامون رو تنظیم میکنیم. وارد بخش بوم میشیم. این پایین سایزهای مختلف رو شما میبینید که بر اساس اون برنامه‌ای که قراره محتواتون رو اشتراک گذاری کنید باید سایز مورد نیاز خودتون رو انتخاب کنید. برای مثال برای پست های اینستاگرام ما این دوتا سایز رو مد نظرمون قرار میدیم و بر اساس نیازمون یکی رو انتخاب میکنیم. من این سایز رو انتخاب میکنم. این بالای نمودار دستی هم داریم که با افزایش و کاهش اون میتونیم عکسمون یا ویدیومون رو به صورت دستی بزرگ و کوچیک کنیم و این دو تا فلش رو که میبینید به انتقال عکسمون به چپ و قسمت راست صفحه کمک میکنه. یه روش دیگه هم برای انتقال عکس داخل صفحه هستش که روی عکسمون کلیک کنیم یا ویدیومون، اون رو هر جایی که مد نظرمون هست قرار بدیم. بعد از انجام این اعمال تیک رو میزنیم و سایز مورد نظرمون انتخاب میشه. یه نکته اینجا وجود داره که ما بعضی از مواقع متوجه میشیم که این بالا 2 تا تیک داریم. 2 تا تیک مشاهده میشه. اگر تعداد عکس هامون بیشتر از یکی باشه یا تعداد ویدیو هامون بیشتر از یکی باشه، وقتی یه سایزی رو انتخاب میکنیم اگر این 2 تا تیک رو بزنیم میتونیم این تغییر یا سایز رو برای همه ویدیوها و عکس هامون اعمال کنیم.